مهماندار هستیم با جناب الحافظ عبدالرب فیاض قاری و حافظ قرآن عظیم شان هم کلام میشیم در رابطه به قرائت و در رابطه به خودشان. مختصرا معرفی خواهد شدیم که از افتخارات افغانستان هستند. سلام بر شما و خسته نباشین. صبحتان قشنگ، خیلی خوش آمدین. علیکم السلام و رحمت الله. سلام و صبح بخیر خدمت شما بایسته بزرگوار، خدمت همکاران محترمتان و خدمت بینندگان عزیز تلویزیون ملی. بخیر باشید. بنده عبدالرب فیاض هستم از قریه فاضل دره سرخ ولسوالی سرخ پارسای غرمند ولایت پروان. محصل سال سوم دانشگاه الازهر شریف فاکولته شرعیات. بسیار خوب، بسیار خوب. خوشحال هستم در کنارتان هستم، ان شاء الله در خدمت هستیم. بسیار خوب. شما در دانشگاه الازهر از مصر شما درس میخوانید؟ بله، محصل هستم، محصل سال سوم دانشگاه الازهر شریف فاکولته شرعیات. بسیار خوب، بسیار خوب. سال چندم تاز گفتین؟ سال سوم. 3 سال میشه. چقدر وقت میشه اوج هستین؟ ما تقریبا 4 سال میشه که 4 سال میشه. و چقدر وقت میشه افغانستان آمدید؟ افغانستان تقریبا 1 ماه و 1 هفته زیادتر کمتر. بسیار خوب. دوباره میرین؟ ان شاء الله دوباره میریم ما. خب از حالات اوجه با ما قصه کو، چه قسم است رویه و رفتار اساتید بزرگوار، زمینه فراگیری علوم چقدر مساعد است اوجه؟ چطور رفتین؟ ایران بر ما بگو. عباسی بزرگوار، ما بعد از اینکه دوره متوسطه را به پایان رساندم، یعنی صنف نهم را، باز کشور مصر بورسیه های تحصیلی به حکومت افغانستان میفرستاد. ما اشتراک کردیم و امتحان دادیم، الحمدلله کامیاب شدیم. باز کارهای ما توسط وزارت محترم معارف طی مراحل شد، باز ما فرستاده شدیم و بعد از امتحان تحدید مستوا ما شامل صنف دهم شدیم. صنف 10 و 11 را خواندم و الحمدلله خدا توفیق نصیب کرد، صنف 12 امتحان سویه دادم. خیلی خوب، ماشاءالله. و به درجه امتیاز الحمدلله کامیاب شدیم. با صنف اول دوم فاکولته شریعت را خواندیم. دیگه بسیار مردم مرحب هستند، بسیار مردم نیک هستند، خوش رفتار هستند با وافدین و مردم بیگانه، خیلی تعامل نیک میکنن. همچنان استادایش بسیار استادای ورزیده، استادای مجاهد هستند. دیگه شاگردها خیلی استفاده میکنن از استادا، خیلی زمینه درس و تحصیل مساعد است الحمدلله. خیلی خوب، خیلی خوب. افغانای دیگه هم هست که تون؟ بله، افغان‌ها الحمدلله خیلی زیاد، از حدود 300 400 شاگرد می باشند در الازهر شریف. بسیار خوب. همین افغان‌ها را من می‌خواستم نظر خودت را بگیرم که افغان‌ها را ما دیدیم تصاویر را، همیشه افغانستان نازنین ما با این قشنگی‌هایش، با این زیبایی‌هایش، از مردم نازنین ما، از مردمی که غیور هستند، متدین هستند و مردم مجاهد پرور هستند. دید از اونها نسبت به افغان‌ها چطور است؟ از کسایی که در اوج میاین از کشورهای مختلف؟ مردم افغانستان را تقریبا تمام کشورهای اسلامی دوست دارن. میگن که مردم بسیار مردم دین دوست هستند، مردم متمسک به دین هستند. واقعا هم الحمدلله مردم افغانستان خیلی متمسک به دین هستند. یقینا. دیگه اونا از این لحاظ خیلی دوست دارن مردم افغانستان را. بسیار خوب. همین که شما را با شما رفتار نیک میکنن و زمینه برتان مساعد است تا بتوانند انتقال علم صورت بگیره، دانش صورت بگیره از مصر عزیز، کشور دوست داشتنی، و همچنان کشورهای عربی، کشورهای مثلا هم تمدن اسلامی که زیادتر اوج گرفت در بغداد بوده که مربوط عراق عزیز میشه. کشورهای عربی در کل همو جاهای تاریخی اسلام را داره و همیشه دوستشون داریم و دوست خواهد داشتیم. از این برای ما بگو که چقدر وقت میشه حفظ کردین شما؟ ما حفظ 12 ساله بودم به پایان رسانیدم. حفظ در افغانستان به پایان رسانیدیم. در 315 ناحیه 11 مدرسه به نام الجهاد بود. ماشاءالله. زیر دست قاری صاحب ساقب الله صالحی، خدا انجور داشته باشیش. آمین. پیشمنا حفظ به پایان رساندیم. تقریبا 8 9 سال پیش میشه. بسیار خوب. 8 9 سال میشه دیگه، حالا پخته تر شده دیگه ان شاء الله. بسیار خوب. و با تجوید هم بلدیت داری؟ بله، تجوید در افغانستان هم خواندیم و در مصر هم از اساتید و شیخ‌های بزرگواری که ما سند روایات مختلفه گرفتیم، سند تجوید رو الحمدلله کسب کردیم. بسیار خوب. تفاوت شیوه تدریس و گرفتن علم در افغانستان و اوجه تفاوت زیاد داره یا کم داره، یا افغانستان معیاری تر شده، رسیده در اوجه؟ تفاوت خیلی زیاد نداره، ولی الحمدلله افغانستان هم نزدیک شده. خیلی خوب. خیلی پیشرفت کرده الحمدلله. بسیار خوب. شما از قرائت بر ما بگین. قرائت شما دروس شما دانش گرفتین، از روایت ها بر ما بگین. عباسی بزرگوار، ما در پالی از اینکه درس های معهد بود و مکتب
و درس های پانتون و دیگه درس های بیرونی. الحمدلله در علوم قرآنی هم تا حد کوشش کردیم و یگان چیز کسب کردیم. دیگه الحمدلله 4 روایت حفص عن عاصم و شعبه عن عاصم، روایت قالون و ورش عن نافع از اساتید بزرگوار سند متصل که به پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسه کسب کردیم. روایت حفص و شعبه را از دکتر حسن عیسی معصراوی، برادر دکتر عیسی معصراوی، شیخ عموم مقاری مصریه بود، از اونها کسب کردیم و همچنان تجدید را و باقی روایت را و دوباره روایت حفص و شعبه و ورش و قالون را از دکتر مصطفی عبدالعال، شیخ خیلی بزرگوار و ورزیده است، از اونها و همچنان تجدید را از اونها کسب کردیم. بسیار خوب. قاری صاحب از روایات اگر نمونه‌ای داشته باشیم خیلی خوب خواهد شد. از روایت حفص عن عاصم در بسیاری از کشورها معمولی است و مشهور است و معروف است. دقیق. و همچنان در کشور ما به روایت حفص عن عاصم همیشه مردم تلاوت میکنن و میخوانند. و روایت ورش انشالله یک چند نمونه میخوانم انشالله. ما باقی روایت را به روایت ورش میخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظیم. ماشاءالله. این تلاوت را که حضورتان خواندم روایت ورش بوده، ورش عن قالون. خیلی خوب. البته اختلافاتی داشته که شما شاید درک کرده باشین. و روایت قالون عن نافع هم اگر بفرمایید، ما میخوایم بشنویم، مشتاق هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظیم. ماشاءالله باشه. شما 4 روایت فرا گرفتین. 2 روایت گفتین که شما بر ما قرائت کردین و یک روایت هم گفتین که در افغانستان بسیار مشهور است که کشور خود ما عزیز ما افغانستان، قاری صاحبایی که در اینجا هستن اونا هم قرائت میکنن. یک روایت دیگر هم بشنویم. روایت شعبه عن عاصم میخوام. دقیق.
بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ائتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال ائتوني أفرغ عليه قطرا صدق الله العظیم. ماشاءالله ماشاءالله، خیلی عالی، خیلی خوشحال شدم. واقعا انرژی گرفتم. خیلی سپاسگزار هستم سلامت باشید از این که خودت قرائت کردی و خیلی سپاسگزار اعضای هستم که زمینه مساعد میکنن، اعضای ما برن به خارج از کشور اما علم دانش انتقال بتن به کشور خود ما. الحمدلله افغانستان نازنین هم قاری صاحبای خیلی با استعداد دارن، قاری صاحبای بسیار خوب داریم و توانستند که مقامات خوب را کسب بکنن در تمامی کشورهای جهان و اونا هم جهانی شدن بعضی‌هایشان و خیلی سپاسگزار شما هستم. از صوت لحن بر ما بگین، در این زمینه هم خواندین، حتما خوانده باشین دیگه. که روایت را خوانده باشین، صوت لحن هم حتما خواندین. طبعا صوت لحن ما نزد دکتر مصطفی لاهانی، یک شیخ ورزده مصری است، نزد اونا فرا گرفته بودم. اونا داور و حکم بین المللی است در مسابقات جهانی. یا صوت لحن، صوت چیزی است که از حنجره خارج میشه و لحن هم به معنای نغمه و تربانگیز آواز خوش میگه. دقیق. و این چیزی است که در تلاوت قرآن از جانب شریعت مطلوب است. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرمایند که زین القرآن باصواتکم، که شما قرآن به صداهایتان زینت ببخشین. دقیق. یا که در حدیث دیگه فرمودن لیس منا من لم یتغن بالقرآن، کسی که در وقت خواندن قرآن خوش‌آوازی نکنه از جمله ما نیست. این چیزی است که از جانب شریعت مطلوب است و الحمدلله فرا گرفتیم نزد استادان مصری. بسیار خوب. اگر معلومات مختصر بتین چقدر دیدگاه وجود داره در رابطه به صوت لحن در افغانستان و در اوج اختلافات وجود نداره؟ نه ابوسی چیز خلاف وجود ندارد، چیزی است که همه که قبول دارن. بعض اختلافات بسیار کوچک و جزئی است که اون خود علما تمرکز سرش صورت نمیگیره. تمرکز صورت نمیگیره و خود علما میفهمن. بسیار خوب. با کدام سبک شما در افغانستان شما زیاتر به خوانش میگیره؟ مردم زیاتر کدام سبک دوز داره؟ حدر میخوانن، مشق میخوانن یا نهاوند زیاتر دوز داره اینجا؟ مردم افغانستان غالبا تلاوت حدر دارن غالبا، ولی در این سالهای اخیر تلاوت مشقی یا مجود رواج شده که بعضی مردم تلاوت استاد قاری عبدالباسط خوش دارن، بعضی تلاوت استاد شیخ شهاد محمد انور خوش دارن، بعضی تلاوت استاد مصطفی اسماعیل. از اساتید بزرگوار مصری، اساتید کس مثل میوه است، هر کس فرق میکنه که کدام میوه را خوش دارم. رقم از اساتید بزرگوارم هر کس ذوقش و شوقش فرق میکنه. بسیار خوب بسیار خوب. قاری صاحب شما کدام قاری را سبکش تعقیب میکنین؟ ما سبک استاد شهاد محمد انور زیاد دوستم دارم، زیاد شنیدم. فکر کنم که پدر محمود شهاد است. بله پدر شیخ محمود شهاد انور است. بسیار خوب بسیار خوب. فکر کنم پسرشون هم به سبک پدر خود میخوانند. بله. خیلی خوب. از شما اگر بشنویم قرائت مشق داشته باشیم از به سبک جناب شیخ شهاد محمد انور خیلی خوب خواهد شد. مشنویم، مشتاق هستیم بشنویم. امی سبک مشق زیاتر تلاوت مشق در افغانستان گفتی خودتان همگی میپسندن. بله. بسیار خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.
وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظیم. ماشاءالله ماشاءالله، خیلی عالی. خداوند خیر نصیبتان بکنه. خیلی سپاسگزار هستم جناب قاری صاحب محترم. تشکر از قرائت زیبایتان. نمی بخش ترجمه هم شما دانش دارین ندارین چه قسم؟ یا فرا گرفتین تا فعلا یا تصمیمش دارین؟ فرا گرفتیم از بخش ترجمه و تفسیر، بخش علوم حدیث، بخش فقه، بخش صرف و نحو، تمام اینا را ما قبلا هم فرا گرفته بودیم و ما در پانتون هم میخوانیم این چیزا. خیلی خوب. و جای بسیار خوشی است که شما در اون بخش که درس میخوانین بسیار نزدیک است با این سبکایدگان که بله انشالله که همون زمین تحصیلی برتان خیلی وسیع است که بتونن زیادتر بخوانین و همون که میگه از زگهواره تا گور دانش بجوی. هر قدر بخوایی و بخوانی هنوزم کم است. و خیلی سپاسگزار هستم. تشکر از حضورتان. اگر کدام گپ و گفت باقی مانده باشه من نپرسیده باشم، کمره تلویزیون ملی افغانستان در خدمتتان است. بخیر سلامت باشین عباسی بزرگوار. از بودن در کنارتان خیلی لذت بردیم و یک پیام دارم برای بینندگان عزیز تلویزیون ملی، خصوصا جوانان، اینکه جوانان در مهمترین مرحله زندگی قرار دارند و جوانی بهار زندگانی است و بهترین فصل زندگی است و جوانی دوران قدرت است و یک جوان در بلندای قله حیات خویش ایستاده می باشه و باید از این موقعیت به نحو حسن استفاده گردد. پس چیزی باید که ما تمام مراحل زندگی را، خصوصا مرحله جوانی را، صرف خدمت راه خدا و قرآن کنیم. یقینا قرآن را بیاموزیم، یاد بگیریم، تلاوت کنیم، حفظ کنیم، ترجمه و تفسیرش را بفهمیم و به قرآن عمل کنیم تا باشد که خوشی و سعادت دارین نصیب حال همه ما شما گردد. بخیر باشین. خداوند توفیق عمل نیک و صالح به شما و تمام ما بگردانه که انسانای خوب باشیم در نزد پروردگار خود، همو بنده‌ای باشیم که دوست ما داشته باشه. همکارا در گوش ما میگن که از جناب قاری صاحب اگر خواهش بکنین شما مهربانی بکنین یک قرائت دیگه هم داشته باشیم. به خاطر پونا گفتن زیاد ما مشتاق هستیم، دوست داریم که قرائت دیگه هم داشته باشیم. بعد از اون یک اختتامیه، یک دعا خواهد داشتیم. خیر باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. خیلی سپاسگزار هستم جناب قاری صاحب، ماشاءالله باشه. خداوند در میزان اعمال صالح زیاد بکنه. تشکر از حضورت. انشالله موفقیت های بیشترت از خداوند تمنا دارم. انشالله روزای درخشان را در پیشو داشته باشی و روزای خوشایند در همچنان در پیشو داشته باشی. با جناب حافظ عبدالرب فیاض قاری صاحب و همچنان حافظ قرآن عظیم الشان که مؤسس دانشگاه الازهر هم هستند حضور داشتن در برنامه گپ و گفت هم داشتیم. صحبت‌هایشان را شنیدیم. خیلی سپاسگزار هستیم از حضورتان. موفق باشین. تشکر از اینکه آمدین. بخیر باشین.